های ساعت 10 صبح داریم میریم انقلاب، بعدش فیلم مست عشق داریم بریم ببینیم و ما از فیلم دوبله شده متنفریم. ببین واقعا باورم نمیشه قراره چجوری تحملش کنم و آخرش اینجوری دیدیم که نهایتا حال نمی‌کنیم، میشینیم چوپور میبینیم. توی این ویدیو قراره بهتون چند تا تریک هم راجع به سینمای ارزون رفتن بهتون یاد بدم. میبینمتون. ببین ما یه مسافت خیلی زیادی رو دور زدیم به جای انقلاب، از فردوسی اومدیم که بیایم کوچه چوکور رو ببینیم و کل شباهتش به چوکور چیه؟ صرفا یه آرم چوکور تو کوچه بزن چوچه نقاشی شده. I think it's beautiful and I think it's enough. It's not. بگیریم ببین یه کتابی که مثلا 2 هفته پیش که من ولاگ انقلاب رو گذاشته بودم با نیایش آریانا 350 تومن بود، امروز رسما داشتن 590 تومن میکردن تو پاچم. پارامارام یخته، یعنی هیچی ندارم. منم و یه کارت مترو داریم میریم اکباتان مست عشق. گفتند یافت می نشود جسته ای ما، در حالی که تکلیف و معنای زندگی همینجا. فرض کن حضرت مولانا به حج مشرف شدند. نگرانتان شده بودیم. به نام آدم رشید فضل‌الله افغان. کسانی را بیاب از مرد و زن. مرا جان و جهانی چه کنم، جان و جهان را تو مرا گنج روانی چه کنم، سود و زیان را تو مرا جان و جهانی چه کنم، جان و جهان را تو مرا گنج روانی چه کنم، سود و که نشستی خنکان دیده جان را، ز تو هر ذره کنم پیر و کمان را تو مرا جان و جهانی چه کنم. در ابتدای داستان باید بگم که پسندیدیم، جالب بود. بازیگرای ترک دوبله شده بودن و ما خب از این مورد خوشمون نمیاد چون فیلم دوبله شده بعدمون میاد، ولی به نسبت صداهای مناسبی انتخاب شده بود و به نظر من و زینب به جای خدای اسم ابراهیم چلیکول جایگاه این براش وجود داشت که کوبیلای آکا بازی کنه. آکا کارا کیه؟ کوبیلای آکا بازی کنه و طراح بدلکاریش عالی بود، حرفه‌ای بود، ترک بودن تیم بدلکاریشون، رقص سماشون بسیار زیبا بود، موزیک متن عالی بود، پسندیدم و دیگه لباس همه واقعا تمیز بود، باگی ندیدیم توش. اگر با دوبله مشکلی نداشته باشه، آره با دوبله مشکل نداشته باشین دیگه 100% خوبه. ببین بهت داره یه سری توقعاتی که از فیلم ایرانی داری رو فقط برطرف میکنه. خلاصه که فیلم خوبی بود، میارزید ببردنش. من دوباره میام، مثلا 2-3 بار دیگه جا داره. خوب بود، پسندیدم. بعد دیگه بازیگرا قوی بودن، تمیز بود، انتخاب نقشو بهشون میومد. حتی رشید فضل الله چنگیز افغان هم بود، رئیس قبیله در افغان ها.
توی چکور یه نقشی هستش با خانواده کوچاولی، اولش مشکل داره بعد با هم فامیل میشن. اسمش رشید فضلالله افغان بود. خیلی دیالوگاش معروفه توی اینستا، احتمالاً دیدینش. یه دونش مثلا میگن عروسی رو تهران بگیریم براتون میذارم. Ya düğün de Kandahar'da olur. Yok ortak nokta bulalım. Tahran'da yapalım. Tahran iyidir. برای همین اون بود تو فیلم یهو اینجوری که وسط سینما سلام. بعد دیگه همین به نظرم سکینتیو به نظر من میارزید برید ببینینش. بعدش هم میخوام بهتون تریک سینما رفتن یاد بدم. خوب گوش کنین اینجا رو. توی تهران اینو میدونم که روزای سه‌شنبه سینماها نیم بها میشن، یعنی این میشه الان 20 تومن. سه‌شنبه میومدیم آناست. بعد روزای سه‌شنبه بلیط‌ها نیم بها میشه. بلیط‌ها الان رنج 60 تومن و 80 تومنه که یعنی میشه 30 تومن و 40 تومن. آخر شبم 100. نه خیلی کمه. اون فکر کنم فقط توی ایران مال بود. آره ایران مال 100 تومن هم داشت بلیط. ولی ما این ساعت اومدیم سه‌شنبه نیست، پنجشنبه است، ولی ما اینجا اومدیم 40,000 تومن. و یه سری از سینماهای تهران هستن، همشون نه ها، تایم ظهر، دقیقاً ظهر، یعنی از ساعت 10 صبح که سینماها باز میشه تا ساعت 1 ظهر بلیطاشون نیم بهاه. مثلا مثل مگامال که ما الان اومدیم ما بلیط ساعت 1 گرفتیم 40,000 تومن. و یکی مگامال بود، یکی کوروش مال بود، اینا رو دیدم که میدونم این قیمتن. و سینمای مربوط به موزه سینما که برای باغ فردوس باشه هم اون همیشه نیم بهای، اون همیشه بلیتش 45 تومن بود. قبل از اینکه بلیطا بشه 80,000 تومن هم بلیطاش 30 تومن بود هر روز هفته. و فکر کنم سه‌شنبه ها اونم باز نصف میشه، اینجا هم باز نصف میشه تایم صبحش. اینو نمیدونم، چک میکنم ولی احتمالاً نصف میشه. و از این تایم ها استفاده کنین، چون به نظرم سینمایی خیلی گرون رفتن نمیارزه. آدم صبر کنه اکران آنلاینش رو ببینه به نفعشه. حالا تا اینجا که اینجوری بوده الان یک فاتانیم. یه بند خدا اون پشت داره تأسف بخوره به حال من. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa. Yoksulun merhameti gasp, elinde saz. Hep beklemiş gözlerinde yaş, sırtında yaz. Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek. Biz tanığız keşmekeşe, en önden arz edeceğiz. Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığımı. Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan. Sana çirkin ağızlarından, aşklarından geri kırıntılar kalacak. Ve bu yalnız olacak. Senin yandığından daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve iyimser bir gül açar parklara. Unutulacak günler, yaşanılacak günler var, öyle günler var. İnan, yalanmış, ziyanmış hayat deyip gitme. Utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık. Bir hayalim gözlerinde saklı,